شرط می‌بندم هنوزم خیلیا هستن که کد روی خازن‌های پلی استری رو نمیتونن بخونن. میخوام یک بار برای همیشه نحوه خوندن کد رو خازن‌های پلی استری رو بهتون آموزش بدم. ببینید دوستای عزیزم، روی این خازن‌ها دو تا کد نوشته میشه. کد دوم ولتاژ کاری خازنه و همیشه کنارش یک حرف وی داره که کاملا واضح و مشخص، مثل این خازن ما که 250 ولته. اما کد اول که میزان فاراد اون خازن رو نشون میده، نحوه خوندنش به چه صورتیه؟ روی خازن من نوشته 105K. نکته که وجود داره این هستش که دو رقم اول نوشته میشه، رقم سوم میشه تعداد صفر، یعنی به ازای هر عددی که داره باید صفر بذاریم. عدد من 5، پس 5 تا صفر گذاشتم و حاصل میشه 1,000,000. نکته مهم، بر حسب پیکوفاراد نوشته میشه. اما اگر خواستیم بر حسب میکروفاراد بنویسیم، فقط کافیه تقسیم بر 1,000,000 بکنیم و میشه 1 میکروفاراد. بحث بعدی این حرفی هستش که کنار این عدد اومده. این حرف میزان خطا یا تلرانس اون خازنه که بچه‌ها هر حرفی یک عدد مشخصی داره و داخل یک جدول قرار گرفته